حدوداً 2 سال پیش یه آقایی که کل دنیا رو گشته با خودش تصمیم میگیره 193 تا کشور بود، همشون رو گشتم، یه جای جدید میخوام برم. اولالا، فهمیدم باید چیکار کنم. کشور خودم رو تأسیس میکنم. کجا؟ وسط آمریکا. کدوم ایالت؟ کالیفرنیا. کجای کالیفرنیا؟ توی بیورلی هیلز، یه جای خوش آب و هوا؟ نه عزیزم، وسط صحرای کالیفرنیا. رفته 45 کیلومتر زمین خریده و گفته اینجا کلش فاسماس، میخوای بیای و پاسپورت ما رو داشته باشی، باید ویزا بگیری ازم. اینجا کشور منه و اسم این کشور چیزی نیست جز ملو جم ملو اسلو جم اسلو جمستان. سلام همه فریکی ها، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه از فکر کنم فریکی شو. چون استایل کاری که داریم انجام میدیم یه شوه که کاملا فریکیه، مثل اون داداشمون که رفته از خودش یه کشور تأسیس کرده و اسمش خودش گذاشت. چی؟ اسم خودشو گذاشته سلطان آف اسلو جمستان. سلطان اونجاست، یه جورایی کینگشونه، پادشاهه، از رئیس جمهور قطعا بالاتره. حرف اونه اونجا، هرچی اونه بگه، هرچی اونه بگه. چرا امروز اینجوری؟ ما توی این قسمت فریکی شو قراره بپردازیم به اسلو جمستان. کاری که قراره انجام بدیم اینه که بریم توی سایت این کشور و یه اپلیکیشن پر کنیم که درخواست بدیم شهروند اسلو جمستان شیم. چون فکر کنم اگه قبول کنه که ما رو به شهروندی بپذیره، شاید ما بتونیم بریم توی اون صحرای وسط کالیفرنیا زندگی کنیم بدون اینکه بخوایم وارد آمریکا بشیم. اگه مثلا من سیتیزن اسلو جمستان بشم، میتونم بدون اینکه مثلا سیتیزن آمریکا باشم وارد اسلو جمستان شم که تو کالیفرنیاه. یا حتما باید آمریکا بهم اجازه بده که وارد خاکش شم که برم توی اون کشوری که وسط خاک آمریکاه. به هر حال کلا این یه تلاشه برای اینکه من بتونم از این خراب شده فرار کنم و برم توی اسلو جمستان در آمریکا، مهد آزادی. میایم توی گوگل و شروع میکنیم اسلو جمستان. علت اینکه اسم این کشور اسلو جم هستش اینه که سلطان این کشور که میشه همون پادشاهش، آقای رندی ویلیام، دیجی شبکه رادیویی و آهنگای اسلو جم میذاره. اسلو جم گوش نمیدین؟ خیلی خوبه. بعضی وقتا که دارین آشپزی میکنین مثلا، یا چه میدونم میخواین یه موزیک بک‌گراند باحال داشته باشین، برین توی یوتیوب یا توی اسپاتیفای یا هر جایی که موزیکاتون رو گوش میدین و سرچ کنین اسلو جم و بذار اول خود داداشمون رندی ویلیام رو سرچ کنیم. رندی ویلیام سلطان آف اسلو جمستان. رندی ویلیامز. باید بریم توی خود سایت کشور اسلو جمستان و یه قسمت داره که نوشته لیدرشیپ، یعنی رهبری، و رهبرش کسی نیست جز The سلطان رندی ویلیام. چهره زیبایی داره، به چشم داداشی دوستش دارم. قشنگ توی نگاهش میتونی ویژنری بودن و آینده گرا بودن رو درک کنی. این آدم یه چیزای زیادی دیده که تصمیم گرفته در یک نقطه از تاریخ بگه من میخوام کشور خودم رو داشته باشم. اسکالی شایدم خیلی ایدئالی، یعنی خیلی ایده پردازی، خیلی واقع گرا، خیلی اسکل، نمیدونم. به هر حال بخشش اسکل و فریکی بودنه. به نظرم این یارو یه فریکی واقعیه، حتی از من میتونه فریکی تر باشه. راستی دوستان، اگه شما هم یه فریکی هستین و The فریک رو دوست دارین و این محتواهای مسخره رو دوست دارین، دکمه لایک رو بفشارید و سابسکرایب و اون زنگوله رو اگه بزنین، ویدیوهای جدیدی که من میذارم میاد براتون، میتونین ببینینش. بعد شاید باورتون نشه ولی شما خیلی از ویدیوهای منو ندیدین. من هر هفته چند تا ویدیو میذارم و شما نمیبینین چون زنگوله رو ندارین. ادامه میدیم. دوک ایول، کل این شغلا خالیه و من میتونم براش درخواست بدم. آقا من میخوام درخواست بدم که دوک اسلو جمستان شم. آقای رندی ویلیامز، مجری برنامه شب‌های یک شنبه اسلو جمز، یعنی اسلو جمز شب‌های یک شنبه، در حال حاضر توی 200 تا رادیو استیشن در کل آمریکا داره برنامه پخش میکنه. شغل خوبیه، میدونی؟
میذاری میری پشت رادیو میگی شما گوش میدیم به Slow Jams از راندی ویلیامز. Here we go. بعدش هم که از سر کار میای خونه میری کشورتو اداره میکنی. به نظرم کار سختیه که بخوای دو تا شغل به این سختی رو با هم اداره کنی، ولی آقای راندی ویلیامز اونقدری قدرتمنده که از پسش بر اومده. از 16 سالگی طرف میزبان برنامه‌های رادیویی بوده. بابا دست خوش. محل کارش جایی که بیشتر روزا داداشمون اقامت داره توی شهر سندیگو هسته، شهری که GTA رو ازش ساختن و همتون احتمالاً حفظ این کل نقشش رو. توی یکی از ایستگاه‌های رادیویی اونجا کار میکنه و این داداشمونه که در کنار صدامین کشوری که ویزیت کرده، عراق. داداشمون عراق هم رفته، ایران هم اومده. وقتی کل دنیا رو گشته طبیعتاً ایران هم باید اومده باشه دیگه. اینجا کجاست؟ اوگاندا. توی اوگاندا یه دونه خیریه تور تأسیس کرده. بابا دست خوش. تو کی بودی راندی ویلیامز؟ بریم راجع به اسلو جمستان یکم چیزا یاد بگیریم. اسلو جمستان حدوداً 45 کیلومتر مربع مساحت داره و توی جاده 78 استان کالیفرنیا هستش و بین شهرهای اوکتیل و ولز اند وسترمورلند اقامت داره. یعنی حضور، فعالیت، کشور میشه، کشوریت داره. یه تصویر عرض کنم مرزش میبینیم با دوربین‌های فوق پیشرفته. میگه اینجا وارد نشین چون خطرناکه هستن. جالبه. تو گوگل مپس میتونیم اینجا رو ببینیم. درسته که وسط صحراست ولی سالتون سی یه دریاچه اون وسط میتونید برید سر بزنین اگه اسلو جمستان زندگی میکنید. خب بیاین اصلا ببینیم که تو درباره این کشور چی نوشته. اسم کامل: The United Territories of Sovereign Nation of the People's Republic of Slow-Jamestown. مرکزهای متحد سوورین، نمیدونم یعنی چی، ولی ملت سوورین جمهوری مردمی اسلو جمستان. جمهوری مردمی که همه قوانینش دیکتاتوریه. در 16 سپتامبر 2021 تأسیس شده و استقلال خودش رو در 1 دسامبر 2021 یعنی حدوداً 1.5 ماه بعد به دست آورده. نه 2.5 ماه بعد. رهبر والا مقام سوپریم سلطان راندی آربی ویلیامز. پایتخت این کشور دوبلندیا. به مردمش میگن اسلو جمستانی. 12 تا ایالت داره. سیستم رهبریش دیکتاتوریه. خوبه که حداقل خودش داره اعتراف میکنه، میگه ما دیکتاتوریم. و در ادامهش توی پرانتز نوشته در بیشتر روزها بعضی وقتا که سلطان حس و حالشو داره جعبه نظرات رو توی شهر میچرخونه. دیدگاه سیاسی کشور بر این پایه است که فازشو نگیرید ما هم فازشو نمیگیریم. آره اینجوریه که شما کاری نداشته باشیم ما هم کاری باهاتون نداریم. شاید فکر کنید میتونیم کاری باهاتون داشته باشیم ولی نه نمیتونیم احتمالاً، چون فکر نمی‌کنم که میدونم ارتش چیزی داشته باشه. زبان رسمی انگلیسیه با انواع لهجه‌های خارجی. پرتغالی و اسپانیایی هم اونجا انگار صحبت میکنن بچه‌ها. سرود ملی میتونید برید توی سایت اسلو جمستان، کافی اسلو جمستان رو توی گوگل سرچ کنید و توی سایتش توی قسمت نشنال انتم به سرود ملی این کشور گوش بدید. شعار این کشور چیه؟ لیبرتاس، آنر، رسپکتوس. آزادی، افتخار، احترام. شعار این کشوره. تایم زونشون روی SST، اسلو جمستان استاندارد تایم. ساعت خودشونو دارن. واو. پول این کشور اسمش دوبل هست. رایم میشه با روبل. دوبل رایم با روبل. پولشون رو باید اینجا بتونیم ببینیم. به سکه هاشون میگن دوبلونز. اوکی بچه ها اینجا یه دوبلی رو مشاهده میکنید. این پشت یه دوبلیه. این راکونه. چرا راکون پشتشه؟ یه ورش رهبرش یه ورش راکونه. چرا آخه؟ 5 دوبل داریم. این یکی پشتش یه گرگی کایوتهی چیزیه. 10 دوبل سلطان سوار خر. وای بزرگوار تو کی بودی؟ پشتش هم 2 تا خرگوشن. 20 دوبل فاز جنگ گرفت یارو، سوار تانکه. پشتش هم عقابه. توی این قسمتش یه کلکسیونر سکه و این چیزا اومده گفته که سکه هاتون و پولتون رو میتونم من تو کلکسیون داشته باشم. اینم گفته بله بفرمایید.
آها حالا میفهمم چرا راکون پشت یه دوبلی هست. حیوان ملی راکون. حیوان ملی ما چیه؟ پلنگ مازندران، پلنگ. سبک موسیقی ملی اسلو جمز، طبیعتاً باید همین باشه. باسا نووا که اونم یه حالت وایب اسلو جمی داره، یه موزیک مدل اسپانیایی تقریباً، و هیپ هاپ دهه 90 آمریکایی، یعنی میلادی. میدونید چه شخص شخیصی این کشور رو مورد تایید خودش داره و اون رو به رسمیت میشناسه؟ مامان سلطان. بله اینجا هم فکر کنم عکس مامانش رو داریم مشاهده میکنیم که این کشور رو به رسمیت میشناسه. قانون اصلی که نوشته نو کراکس، کراک نپوشید، و چند تای دیگه که میتونید اینجا ببینید. بریم قوانینش رو ببینید. نوشته که قوانین این کشور توسط پلیس فدرال اسلو جمستان اداره میشه. ممکنه هر روز ما آپدیتش کنیم، کمش کنیم، تغییرش بدیم، زیادش کنیم، نمیدونم. قوانینشون مثلا نیازی به مجلس نداره برای تغییر کردن یا آپدیت شدن اینجور چیزا. اینجوریه که میریم عوضش کنیم. منم این نظر دارم، بیاین یکی از قوانین ایران رو همینجوری خیلی راحت عوض کنیم. بیاین حجابو برداریم. چی میشه؟ قانون اول، دمپایی‌های کراکس در این کشور الاود نیستن. یعنی مجازات. وای خیلی سخته، دارم انگلیسی میخونم بعد ذهنم داره انگلیسی بهش فکر میکنه، بعد باید ترنسلیت کنم در لحظه به فارسی. پدرمون رو در آوردن. دمپایی‌های کراکس در این کشور قابل پوشیدن نیستن. میدونی اگه این کار رو انجام بدی چی میشه؟ دمپایی‌ها رو به زور از پات در میارن و بعدش دیگه بهت نمیدنش. چون توی اسلو جمستان کسی حق نداره کراکس بپوشه. به نظرم یکی از دلایلش اینه که دمپایی‌های کراکس چون سوراخن، اگه تو صحرای کالیفرنیا بپوشیدش آفتاب میزنه، یه سری از نقطه‌های پاهاتون برنزه میشه، بعد سوراخی برنزه است، بعد بقیه پاتون سفیده، بعد یه تیکه دیگه‌اش دوباره OCD سلطانو اذیت میکنه. به نظرتون اگه ما یه کشور تو ایران تأسیس کنیم چه بلایی سرمون میارن؟ قانون دوم اسلو جمستان اینه که همه مردم باید تفاوت یور و یور رو بدونن، چون یه دونش یور به معنی مال توه، یه دونش یور به معنی تو هستیه. این قضیه واسه آمریکایی‌ها مثل هیکسره واسه ایرانیاست، مخصوصا تو توییتر اینجوریان که هیکسره بلد نیستی. قانون سوم که من درست متوجهش نمیشم اینه که میگه ممنوعه که بخوای برای همه کارکنانت از ریپلای آل استفاده کنی، به جز وقتایی که حتما باید استفاده کنی که معمولا هیچ وقته. نمیدونم یعنی چی. فکر کنم کسایی که تو شرکت و اداره ها کار کردن میدونن که استفاده کردن از ریپلای آل، فکر کنم مثلا تو میخوای به یه نفر ریپلای بزنی یه چیزی رو، بعد ریپلای آل میکنی واسه همه میره، بعد همه میگن ای خوش لباس تو میبنده این ایمیل چیه، بعد میبینن برای اونا نوشته نشده، برای یکی دیگه است. اگه هم خدایی نکرده شما این گناه بد رو انجام بدین، باید 30 روز کل متناتون رو توی فونت کامیک سنز بنویسید. همه متن دیگه از لپتاپتون پاک میشه. حاجی این داداشمون قطعاً ردیه، یعنی از من ردی تره. من یه کشور بزنم اینجوری هم که لطفاً با هم مهربان باشیم. قانون اول مثل قانون چت، مثل کامنت ها دیدی توی چت دیسکورد، لطفاً با هم مهربان باشیم. به نظرم واقعا تو قانون اساسی هر کشور اینو باید بنویسن، لطفاً با هم مهربون باشین. چرا حتما باید بد باشین ها؟ هممون روزای بد سپری میکنیم ولی نباید رو هم خالی کنیم که مامبل رپ ممنوعه. میتونم درکش کنم، به هر حال مامبل رپ واقعا یه بخشی از رپه که یه جورایی میشه گفت طرفدارای کلاسیک رپ ازش بیزارن، چون حس میکنن که اون چیزی که رپ واقعی هست به بیراه رفته و مامبل رپ داغونش کرده. همچین بیراه هم نمیگن، مامبل رپ واقعا اینجوریه که هگره بره هفیده بگره میگیره پی. میگیری چی میگم؟ یکم مسخره است، ولی خب نه در این حد که ممنوع شه. به هر حال خب یه عده دوست دارن دیگه. احترام به عقاید چی میشه؟ اگر هم خدایی نکرده کسی مشغول مامبل رپ گوش دادن توی اسلو جمستان شما رو دستگیر کنه، مجبورین که یه آلبوم کامل از رپ واقعی رو گوش بدین. مثلا از آقای LL Cool J که فکر کنم 500 سال پیش رپ میکرده و باید یه انشای 500 کلمه‌ای بنویسید راجع به درک و دیدگاه خودتون راجع به تفاوت بین هیپ هاپ و مامبل رپ. قانون پنجمی که داره یه چیزی رو دوباره طبق معمول ممنوع میکنه اینه که میگه وقتی دارید از بالای آسمون اسلو جمستان رد میشید، مثلا توی هواپیما یا هلیکوپتر یا هرچی، نباید پاتون از کفش در بیارید.
این کار بسیار عمل باربریکی هستش و تا 3 سال شما رو از پرواز بالای اسلو جمستان ممنوع میکنه. بکشید خودتونا، من رینگول فنگول بازی و ساز و موزیک و حاجی از این کارا من نمیکنم آقا. شخصیت من بالاتر از اینه. فکر کنم داداشمون خاطره بد داره، مثلا تو هواپیما بوده یکی پاشو در آورده. اینم قانون ششم و آخرین قانون، این که دستمال توالتتون اون قسمتی که میکشیدش و درش میارید رو به بیرون دستمال توالت باشه یا رو به داخل، و نوشته اگه مجبورید بپرسید که باید رو به بیرون باشه یا رو به داخل، شما اصلا به درد اسلو جمستان نمیخورید. این یه رول دستمال توالته. به نظر شما باید اینجوری باشه که رو به بیرون باشه یا رو به پشت و داخل باشه؟ من که میگم قطعاً بیرون. از بیرون خیلی راحت تره. من به درد اسلو جمستان میخورم و مطمئنم جواب درست اینه که باید از بیرون باشه. شما چی فکر میکنید؟ دستمال توالت باید رو به بیرون باشه یا رو به داخل؟ چرا؟ قوانین ترافیک هم داره. سبقت گرفتن مجاز نیست مگر اینکه دارید تاکوز با خودتون حمل میکنید. تاکو. اگه هم کسی از این قانون تخطی کنه و بدون تاکو سرعت غیر مجاز بره، باید به سلطان ماساژ پا بده. اوکی. تئوری توته. قانون اول پوشیدن کراک ممنوعه. چرا؟ چه چیزی در مورد دمپایی کراک باعث میشه که پا سلطان رو اذیت کنه؟ نه قانون دیگه. شما وقتی از بالای خاک اسلو جمستان رد میشید نباید کفشتون رو در بیارید. چرا؟ چه چیزی در مورد پا سلطان رو اذیت میکنه؟ قانون سوم، اگر شما رو در حال سرعت بردن، سرعت گرفتن، سرعت غیر مجاز با بدون تاکو دستگیر کند، باید به سلطان ماساژ بدید. پا مجازات پا. نتیجه گیری که میشه کرد اینه که سلطان فوت بدید. قانون بعدی که در مورد ترافیک وجود داره اینه که لاین سرعت فقط برای سرعت گرفتنه. لاین چپ هست فقط برای سرعت رفتنه. برام مهم نیست اگه داری 200 کیلومتر میرونی، اگه سرعت نمیگیری جات توی لاین چپ نیست. مجازاتش هم اینه که یه لباس کاستوم به طرح ساندویچ بپوشی که یه تیکه نون میفته پشتت، یه تیکه نون میفته جلوت و روش نوشته که من یه ساندویچ احمقم. بعد 15 روز اینو بپوشین. خدای من، تئوریمون داره بیشتر رنگ و بوی حقیقت پیدا میکنه. قانون آخر میگه برای سرنشینان ماشینی که چه داره حرکت میکنه چه وایساده، ممنوعه که پاشون رو بذارن روی دشبورد. مشکل تو با پا چیه آقای رندی ویلیام سلطان آف اسلو جمستان؟ ها؟ مجازاتش هم اینه که باید داشبورد رو تمیز و ضد عفونی کنی و برای 30 روز هم نمیتونی رانندگی کنی. خب بچه ها، رسیدیم به بهترین قسمتش، جایی که من میتونم شهروند اسلو جمستان شم. چطوری میتونم شهروند اسلو جمستان شم؟ 1. باید همه اکانت های سوشال مدیای اسلو جمستان رو فالو کنم. توی تیک تاک، توییتر، یوتیوب، اینستا، فیسبوک، لینکدین و یه فیسبوک دیگه. ولی پایینش نوشته که اگه همه این اکانت ها رو ندارین نه مشکلی نیست. 2. اپلیکیشن زیرو پر کنید. اسمم آرمان، فامیلی فریک، ایمیل آرماند فریک، سوشال مدیا هندلز. یعنی کسی که سوشال مدیامو هندل میکنه یا اسمی که تو سوشال مدیا منو باش میشناسن. آرماند فریک whatever. Country of birth ایران. حاجی یه حسی بهم میگه الان یهو میگه ایران، ندیدم نشد نخوندم. کجا زندگی میکنی؟ تهران. Why do you want to become a citizen of اسلو جمستان؟ خیلی صادقانه علت این که میخوام شهروند اسلو جمستان شم رو گفتم، این که بتونم توی کشورتون زندگی کنم و توی مرزهای آمریکا باشم. آیا شما قوانین اسلو جمستان رو میپذیرید؟ پشمام گزینه داریم؟ یعنی اینجوریه که میتونم نپذیرم؟ 1. قطعاً من همشون رو خوندم و درکشون میکنم. داداش من همه رو خوندم، موافق همش هم هستم. من قول میدم که همیشه وفاداری و حمایت خودم از اسلو جمستان رو نشون بدم. اوکی. به سلطان احترام بذارم. اوکی.
هیچ وقت مامبل رپ رو توی مرزهای اسلو جمستان پلی نکنم. اوکی. پشمام همیشه پنیر چی بهش میگم، پنیر بندی، پنیر کشی به شکل درست بخورم. whatever bro. اوکی. بعد از خوردن آخرین تیکه پیتزا یا دونات هم جعبه‌شو بندازم. what؟ حداقل 3 بار به سرود ملی اسلو جمستان گوش بدم قطعاً. و در نهایت همه سوشال مدیاتو فالو میکنم. Make me an اسلو جمستانی. میگه خودتو میتونی الان شهروند ما بدونی، ولی نه خیلی سریع. اطلاعات اسلو جمستان بررسی میکنی که تو همه صفحه های ما رو فالو کرده باشی. وای اسمت میاد توی صفحه سیتیزن پیج. هولی شت هاش، من برم اسلو جمستان رو فالو کنم، شاید قبولم کردن، تونستم برم آمریکا. شما هم اگه دوست دارین برین آمریکا میتونین این روش رو تست کنین. خیلی‌ها که هر سال لاتاری ثبت نام میکنن به امید اینکه برن. اینم به هر حال یه تیری تو تاریکی دیگه، مثل لاتاریه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. اگه واقعا دوست داشتین، لذت بردین، چرت و پرت این مسخره منو میبینید تا اینجا، دمتون گرم. اصلا لایک نکردینم عشقین. همین که تا اینجا دیدین واقعا love you guys. مراقب خودتون باشید، خودتون دوست داشته باشین، اسلو جمستان هم دوست داشته باشین و سلطان آف اسلو جمستان و تا یه ویدیوی دیگه بمونید.